مالکا، انصاف و عدل سرلوحه برنامه حکومت است. تو که با خانواده و عشیره خود به مصر می‌روی و ممکن است برخی از مصریان را بیش از دیگران دوست بداری، هرگز در قضاوت و داوری اینگونه تعلقات را مراعات مکن. دادگاه خانه ملت است و قانون حق عموم. در مقابل قرآن، خویشاوندی و علاقه خصوصی هرگز موقعیت و احترام نخواهد داشت. اسلام منادی آزادی و مساوات است و عموم مسلمانان باید از این ندای آسمانی برخوردار گردند. ای پسر حارث، اگر چنین نکنی و همگان را با نظر مساوی ننگری، بر بندگان خدای ظلم کرده‌ای و خداوند توانا را به دشمنی خویش برانگیخته‌ای. آری، هر کس ستم کند دشمن خدا خواهد بود. دشمنی با خدا کار آسانی نیست. وای بر آن کس که آفریدگار کائنات بر خصومتش اراده کند، چه زود که دست حق بر زمینش زند و عاقبتش را در دو جهان تباه کند. ای پسر حارث، خدای خود را غافل مپندار که او همیشه در کمین ستمکاران است. فریاد بندگان را به دقت گوش کند و کوچکترین مظلمه را از بزرگترین کسان صرف نظر نفرماید. می‌دانی که محبوب ترین صفتها برای زمامدار در همه حال چیست؟ آنکه همواره در راه زندگی میانه‌رو و متوسط باشد و عدلش مانند ابر رحمت سراسر کشور را در سایه گیرد و با جدیت تمام بکوشد که زیردستانش را راضی و خوشنود سازد. ای مالک، از خشم ملت بترس که نمونه‌ای از خشم خداوند قهار است. همیشه مقربان و نزدیکان خود را فدای مصلحت عموم کن، زیرا ویژگان هرچه از تو برنجند هرگز با رنجش توده قابل مقایسه نیست. چاپلوسان سراگو را از خود بدور دار، زیرا آن ناکسان همیشه طالب نعمت و آسایشند و در روز سختی چه آسان تو را به چنگ بلا سپرده و خود به